ذهنیت این 5 حیوان رو یاد بگیر و دیگه هیچ چیزی نمیتونه جلوتو بگیره. 1. ذهنیت کوسه. اگه یک کوسه شنا کردن رو متوقف کنه میمیره. حرکت یعنی بقا. همون موقعی که یاد گرفتن، تمرین کردن یا ساختن رو متوقف میکنی، پایان کارت شروع میشه. 2. ذهنیت عقاب. عقاب فقط روی یه هدف قفل میکنه و حواس پرتی ها رو نادیده میگیره. این یعنی تمرکز خالص، اونم از صدها متر بالاتر از زمین. ولی تو حتی نمیتونی نیم ساعت تمرکز کنی. اینستاگرام، تیک تاک و امثالهم همش فقط یه دوز دیگه دوپامینن و تو رو معتاد خودشون میکنن. 3. ذهنیت بایسون. وقتی طوفان میاد، گاوها ازش فرار میکنن. اما بایسونا مستقیم به سمت طوفان میرن، چون این کار باعث میشه زودتر ازش عبور کنن. وقتی از درد، مسئولیت و مشکلات فرار میکنی، فقط باعث میشه مدت بیشتری رنج بکشی. 4. ذهنیت روباه. روباه حیوان خیلی قدرتمندی نیست، ولی پس چطور زنده میمونه؟ چون خودشو با شرایط وفق میده. فکر میکنه، محیط اطرافشو بررسی میکنه و در نهایت تصمیم مناسبو میگیره. بعضی آدما سالها سخت کار میکنن ولی به هیچ جا نمیرسن. نه چون تنبل بودن، بلکه چون کارشون هوشمندانه نبوده. سخت کار کردن لازمه، اما اگه هیچ وقتی برای فکر کردن نذاری، ممکنه سالها از عمرتو صرف بالا رفتن از کوه اشتباه کنی. و در نهایت ذهنیت مورچه. ذهنیتی که هیچ کس جدی نمیگیرتش. مورچه ها منتظر نمیمونن که انگیزه پیدا کنن. فقط آروم، مداوم و خستگی ناپذیر کارشونو انجام میدن. بیشتر آدما برای شروع کردن به هیجان وابستن. 3 روز با تمام قدرت شروع میکنن و بعد ناپدید میشن. این اسمش انضباط نیست. انضباط واقعی خسته کننده است. یعنی وقتی هیچ کس حواسش بهت نیست یا وقتی هنوز هیچ نتیجه‌ای نگرفتی، بازم ادامه بدی. اگه رشد رو دنبال نمی‌کنی، احتمالاً دیگه هرگز ما رو نمی‌بینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.